اینجا دهه نوبنیاد ناحیه رودکی در کنار شهر دوشنبه است. یک روز پیش 14 اپریل در اینجا جسد اسرافیل عظیمزاده سرباز قشون‌های سرحدی را به خاک سپاریدند. پیوندان اسرافیل عظیمزاده ما را برای صحبت به منزلشان دعوت کردند، ولی وقتی ما به خانهشان آمدیم با پایفشاری و مانع‌گذاری نفری که خود را معرفی نکرد از صحبت با ما خودداری کردند. ولی آنها در صحبت حضوری گفتند که اسرافیل عظیمزاده 25 ساله روز 30 مارس امسال برای خدمت در صف ارتش دعوت شد و او داوطلبانه به ارتش رفت و همچنین اسرافیل خدمت را در یک از قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی در ناحیه رودکی آغاز کرد. ولی همگی 9 روز بعد اسرافیل عظیمزاده را در حالت وزنین به بیمارخانه بردند. یعنی روز 9 اپریل او را به بیمارخانه بردند و 2 روز بعد روز 12 اپریل او در بیمارخانه درگذشت. نزدیکانش باور دارند که اسرافیل عظیمزاده را کهنه سربازان لطوکوب کردند و او خود را از آشیانه چهارم به پایان پرتافته است و یا احتمال او را به پایان پرتافتند. خود اسرافیل عظیمزاده قبل از مرگش در صحبت به دادستان چند سرباز را نشان می‌دهد و میگوید که این سربازان او را لطوکوب کردند و بعضی سربازان او را دشنام‌های قبیح دادند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دادستانی حربی به تحقیق این قضیه شروع کرده است و چند سربازی یکی از قسم‌های حربی قشون‌های مرزبانی در ناحیه رودکی در مرگ اسرافیل عظیمزاده گمانبر هستند. اسرافیل عظیمزاده 25 ساله بود و از او به گفته نزدیکانش یک فرزند 6 ماهه یتیم ماند. مرگ و میر و یا معیوب شدن سربازان در نتیجه لطوکوب در قسم‌های حربی تاجیکستان حادثه نو نیست. مقامات بارها گفتند که برای از بین بردن این پدیده نظارت در قسم‌های حربی سخت‌تر شده است، ولی باز هم خبرها از مرگ سربازان رسانه‌ای می‌شود.